کودک نزد موسی علیه السلام آمد. از او خواست تا از خدا بخواهد که وی را ثروتمند و پولدار گرداند. موسی علیه السلام پرسید: میخواهی 30 سال اول عمرت پولدار شوی یا 30 سال دوم؟ کودک به فکر فرو رفت. 30 ساله عمرش را با هم مقایسه کرد و در نهایت چنین گفت: 30 سال نخست، زیرا او میخواست در جوانی خوشبخت باشد و به دولت، و در 30 ساله دوم عمر خود زنده است یا نه نمیدانست. البته او در انتخاب خود از ضعف سستی و بیماری های پیرانسالی فراموش کرده بود. حضرت موسی علیه السلام دعا کرد. دیری نگذشته کودک نوجوان شد و به اندک اندک پا به جوانی گذاشت و در ثروت و پول فراوان غرق شد. خداوند زمین و آسمان برایش روزی میرسانید. و چه روزیه؟ جوان این همه رزق و روزی را خود تنها نمیدید. دری خیر و سخاوت برای مردم نیازمند گشاده بود و کمکشان می نمود. او جوانهای عاشق نیازمند را به وصال هم می رسانید و خرج ازدواجشان را فراهم می کرد. یتیمها و محتاجها را تا می توانست کمک می کرد. 30 سال عمرش بدین منوال سپری شد و 30 سال بعدی زندگیش آغاز یافت. موسی علیه السلام احوال زندگی او را نظاره می کرد. سالها گذشتند، حادثه رخ نداد. جوان فقیر نشد. او که میان سال شده بود مثل گذشته غرق در مال و ثروت بود. موسی علیه السلام رو سوی خداوند آورد و پرسید: خدایا، 30 سال نخستی زندگی این بندت سپری شد، چرا در 30 سال دیگر او فقیر نگشت؟ خداوند در پاسخ موسی علیه السلام فرمود: بنده‌ام را بدیدم که درهای روزی مرا به دیگر بندگان نیازمندم باز گشاده و تا به حال نبسته است. من خجالت میکشم دری رزق را برای او ببندم. خلاصه این است که هرچی زیادتر به درماندگان و فقیران دستیاری دراز بکنیم، خداوند همان قدر زیادتر به ما نزدیک و مهربانتر خواهد شد.